باری دیگر بینندگان عزیز بامدادی نکو به خاندانی هر یکی شما به خیر و شادی باد میگوییم و ادامه میبخشیم برنامه بامدادی صبح دوشنبه را. امروز در برنامه دعوت نمودیم دکتری روانشناس محمود کبیر. خوش آمدید به برنامه بامدادی صبح دوشنبه. سلامت باشید. بعضا در زندگی از حساب کار و مناسبت با آدم ها البته انسان خود را گم میکند. خب میخواستیم پرسان شویم که باید در نظم زندگی چیکار باید کرد تا خود را دریافت و گم نکرد؟ بعضا آدمان در زندگی موردهایی می شود که خود را از دست میتین، یعنی که نظارت خود را گم میکنند. این می شود در حالتهایی که انسان با یگان استرس ها با یگان زیان های در زندگی روبرو می شود که نظمی کاری او را، نظمی فیزیولوژی او را، نظمی اجتماعی یا نظمی روانی او را یک جنبش میتین. این مانند آن است که ما اگر در علم ایرودینامیک بینیم در فضا در هوا هست چقوری هایی که یک جاهایی که آنجا فشار هوا کم است و طیاره در آنجا مثلا یک حالت موازنت خود را گم میکند. زندگی همچنین است. قانونیت های زندگی در جمعیت بعضا به آن آورده میرسانند که انسان همان گوییم که اداره زندگی خود را بعضا از دست میدهد. ولی این بسیار وقت دور و دراز دوام نمی کند. آدم تیز خود را با دست میگیرد یا که هستند کسان نزدیکان او که او را باز به حالت پیشینه آورده میرسانند، دستگیری میکنند، یا که در جمعیت مکانیزم های هستند که از آنجا نرفتن پیش دکتر، پیش روانشناس، پیش کسانی که در این مسئله مصلحت میتین تا اینکه انسان را باز به حالت پیشینه خود بیارند. چه چیزها انسان را میتوانند سبب آن شوند که خودش را از دست دهد؟ این البته می شود که در مناسبت های تیز در جای کار، می شود که چنین مناسبت ها هم در عائله رخ دهند. واقعه و حادثه هایی که آدمان مثلا از این سوگوارتر نیستند و مانند بیمار شدن، یا واقعه و حادثه های و مانند صدمه های زندگی روبرو شدن، در این حالت ها انسان یک حالت اداره مناسبت های خود را به اطراف، به خودش، به نزدیکانش، به کارش، به جمعیت و طبیعت از دست میتید و متاسفانه اگر این دور و دراز این حالت دوام کند میتواند که شکلی مزمن را گیرد و به سلامتی او، به انکشاف شخصیت او، به کمالات او زیان رساند. مفهوم سوختار احساسی که بیشتر به این روبرو میشویم و روانشناسان بیشتری ویرانشوی مناسبت ها را در این میبیند شرح میداده. انسان سوختار احساسی داشته باشد، آن وقت انا همین از دستدهی خود را گم کردن بیشتر در چنین آدمان زیان سخت‌تر میرساند. چرا که بسیاری آدمان حالت‌های واقعه و حادثه ها یا بعضی مشکلات های روبرو میشن، یک وقتی معین خود را از دست دهند اگر باز به دست میگیرن همون نظام زندگی خود را و زندگی را پیش میبرند. ولی هستند آدمانی که آنها این چیز را نمیدونن، نمیفهمند، سوختار احساسی دارند و این حالتی خود را از دست میتیند، در آنها زیان میرساند، مناسبت های آنها را ویران میکند، سلامتیشان را زیر خطر میگذارد و عموما بحران انکشاف شخصی و روانی در آن دیده می شود. خیلی مفهمیم که آدم مثلا با سوختار احساسی گرفتار شده است. چون این آدمان دائم در ارتباط هستند با کار خود، با آن چیزهایی که دائم میکنند، با جمعیت، با حادثه و واقعه هایی که در اطراف آنها هست. این حالت بسیار وقت سبب آن می شود که گرمانی که مثلا در استرس حاصل می شود، کورتیزول، این بدن را ناراحت می کند، عضوها، روان انسان را، فعالیت معینه سر را ناراحت می کند. مثلا چون آدمان بیشتر
اخبار تماشا میکنند، بیشتر به اون چیزهایی که در اطلاعاتی که در اطراف آنها هست توجه میتیند و حادثه واقعهایی که در اطراف میشن تیز با آنها داده میشن و این یکی از آن علامت هایی هست که چون این آدمان در حالت آرامی هم باشند ولی در درون آنها یک استرس، یک واقعه و حادثه های ناآرام کننده دائم هستند که انا همه گرمان حاصل می شود و در سطح بیوخیمیایی بدن خود را خسته می کنند، خراب می کنند. بیشتر چون آدمان مثلا اگر در جای کار باشد حاصل کاری او دائم پست است. چون آدمان تیز احساسی میشوند، تیز عصبی میشوند، بیشتر چیزهای اینستینکتیوی در آنها غریزوی بیدار میشود. میتوانند که مثلا بهای نادرست حالت خود را دهند. برای همین بسیار کسانی که راهبر هستند وقتی که در کارگران خود میبینند که یکی از کارگرای خوبی آنها با چنین مثلا مشکلات کاری، مطابق شوی و دست گرفتن خود و بسیار چیزها را مشکل شده ایستاده است با اون نتوانسته است، بفهمند که این حالتی ساختاری احساسی هست که خراب شوی هم جسمی و هم روانی و هم فیزیولوژی آورده میرساند و این یکی از زمینه هایی را میسازد که انسان هم آن چیزهایی که در جمعیت به دست در آورده است میتواند آنها را بایدهد و هم میتواند که سلامتی خود را از دست دهد و تیز چنین آدم را البته چاره‌جویی کردن نکر. این خیلی آدمان را تیز یک رخصتی مهنتی دادن نکر، آنها را البته به جایهای روانه کردن نکر که آنها سلامتی خود را برقرار کنند، صفای خود را آرام کنند. در چنین حالت آنها البته رفته به نزد روانشناسان، روان درمانان، پسیخوتراپی میگن، رفته کورس های سیانس های طبابتی گیرند و حالت روانی احساسی خود را برقرار کنند. در حالت نشدن یعنی برقرار نکردن این میتواند که مزمن شود و عموما خاراکتر او خلق و اطوار او شود. البته در جمعیت ما این بسیار مسئله مهم است چون که بسیار وقت ساختار احساسی از طرف دکترانی که بیشتر سوماتیکی هستند بدن را تابعیت میکنند دقت جدی داده نمیشود و دکتری مثلا روانشناس میتواند این چیز را بفهمد و وقتی که این چیز باشد چی در مناسبت درون خانه، چی در مناسبت جای کار، چی در مناسبت با طبیعت و دیگر مقصد و مرام هایی که انسان میماند یک ضربه جدی میزند و این مناسبت ها رو ویران میکند و در زندگی بسیار وقت انسان چیزی رو به دست در آوردن نمیتواند و البته سری وقت یافتن و سری وقت به متخصص مراجعت کردن این یکی از راه‌های برهم زدن این بیماری و برقرار کردن نظم اجتماعی است. گم کردن خود در جمعیت بیماری اجتماعی گفتن ممکن است؟ البته ما اگر به بیماری های اجتماعی اونچه که طبی هست نظر کنیم، مثلا بیماری سیل و بیماری نارسایی ویتامین، بیماری نارسایی غذا و بعضی بیماری هایی که از شرایط هایی که در جمعیت ساخته می شوند ما از این لحاظ گفته نمی توانیم چون که بسیار این بیماری ها حالا ما گفتیم اینها در جمعیت ما قریب که مغلوب شدند، ویتامین ها می رسند، غذا می رسد، مثلا بیماری های دیگری که پیش از حساب مشکلات های اجتماعی بود آنها اداره شونده هستند. ولی ما چیز دیگر رو میخواهیم اینجا شرح بدهیم که بیماری های اجتماعی روانی هم شدن ممکنند. مثلا بیکاری، خودی بیکاری این بیماری اجتماعی است. بسیار وقت کسانی که خود را گم میکنند بسیار وقت بیکار میمانند. یعنی اداره کردن و دست گرفتن نظام زندگی خود برای آنها مشکل است. از همین حساب خود گم کنی را، خود را از دست دادن این یکی از علامت های بیماری اجتماعی آن را گفتن ممکن است که امروز خوشبختانه بیماری های اجتماعی هم از اون بیماری اجتماعی روانی نیافتن خود، مثلا مشکلات های عائلوی که میشوند، مناسبت هایی که در جای کار میشن ساخته میشن و مثلا یافتن کار، اینها همه چیزهایی هست که مانند که انسان یک عادی
سردرد می شود و نزد دکتر می رود، سبب سردردش می فهمد و همین طور راهی طبابت او رو نشان می دهند و او صحت می شود. بینندگان عزیز، یادآور می شویم که مهمون امروزه برنامه بامدادی صبح دوشنبه بودند دکتر روانشناس محمود کبیر. بار دیگر شما را خوش آمدید میگویم به برنامه بامدادی صبح دوشنبه و تشکر از آن میکنیم برای یک صحبت صمیمی.